صدای پای فینال میاد. یه طرف تیم کره‌ای که بعد از رویارویی با FC توکیو، شانگهای شینهوا، فرست گلوری، ملبورن ویکتوری، بیجینگ گوان و ویسل کوبه به بازی پایانی رسید. یه طرف هم پرسپولیس ایرانی که بعد از بازی با الدوحیل، شارجه، التعاون، اسد، پاختاکور و النصر بلیت فینال رو به جیب زد. سبک بازی حریف پرسپولیس هجومیه. قطعاً ما یک فوتبال سرعتی رو خواهیم دید. فوتبالی که اگر ما خط دفاعیمون رو از دروازمون دور نگه داریم، به نظر من خیلی بهتر میشه از دروازه تیم پرسپولیس دفاع کرد. چهره تیم پرسپولیس 40% تغییر کرده و فعلا عبدی جوون با 2 گلی که زده بهترین گلزن تیم یحیی‌است. پرسپولیس خب در بازی گذشته‌اش نشون داد حتی اگر عقب بود و حتی اگر حمله زیادی رو دروازه حریف نداشت، اما جسارت و غیرت بچه‌ها همینطور موقعیت سنجی اونا تونستن که بازی رو به نفع خودشون تموم بکنن. نگراو و یانسن تا اینجای کار در مجموع 10 بار برای تیم کره‌ای گلزنی کردن و این یعنی اونا بازیکنای خطرناکیه. اگر بتونیم جنگ‌های تن به تن رو، جنگ‌های پاس وسط زمین رو از حریف بگیریم و فشار مضاعفی رو به خط دفاعیشون برای عدم بازی سازی به اونها وارد بکنیم، به نظر من میتونیم موفق تر باشیم. اما روحیه پرسپولیسی ها بالاست. ما آماده ایم. ما 2 سال پیش هم رفتیم فینال، اونجا هم خیلی برامون سخت بود ولی خب یه بازی خیلی خوب کردیم، نتونستیم قهرمان بشیم و دوباره اومدیم فینال که انشالله بتونیم برای یه بازی خیلی خوب آماده بشیم. گل محمدی در نشست خبری قبل از بازی از کسب قهرمانی گفت، از اینکه بازیکناش تا آخرین نفس می‌جنگن تا دل مردم رو شاد کنن. در فوتبال بعضی اوقات شما حتی ممکنه بک‌گراند زیاد خوبی نداشته باشید، اما در روز فینال بهتر بازی کنید، از موقعیت‌ها استفاده بکنید و بتونید منسجم عمل بکنید. اتفاقات و اشتباهات مخصوصا از طریق داور و یا بازیکن‌ها میتونه خیلی روند بازی رو تغییر بده. سرمربی اولسان هم از قدرت پرسپولیس و اینکه نمیخوان در مقابل این حریف بدون جام به کشورشون برگردن گفت. انشالله. خیلی هم در داخل کشور مثل وزیر جوان دولت برای تیم انرژی مثبت میفرستن. پیش بینیتون چیه؟ چند میشه بازی؟ نتیجه رو دقیق نمیشه پیش بینی کرد، ولی بچه‌ها خیلی با انگیزه دارن تمرین میکنن و همشون امیدوارن که انشالله بتونن یه قهرمانی خوب بیارن دیگه. اینم جامی که باید دید پایان بازی کدوم یک از 2 مربی بالای سر میبره. دعای خیر هموطنای عزیزم، طرفدارای عزیزمون، انرژی مثبتی که میفرستن و همه اعضای تیم به خوبی میدونن که میلیون ها ایرانی چشم انتظار نتیجه هستن. فردا 10,000 تماشاگر با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اجازه حضور در ورزشگاه الجنوب رو پیدا کردن که 500 هوادار ایرانی و 500 هوادار هم کره‌ای هستن و بقیه قطری هستن. امیدواریم تا پرسپولیس ایران طلسم 27 ساله قهرمان نشدن ما رو در آسیا بشکنه. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.